من یه تاریخچه کوچیک از نوت‌های موسیقی و پیدایششون بهتون میگم. حدود 1000 سال پیش یک کشیش ایتالیایی فرانسوی به اسم جیوداریتسو میاد اول 7 دعایی که تو کلیسا داشته به عنوان الفبای موسیقی انتخاب میکنه. میخواسته دعاهایی که تو کلیسا داشته رو بتونن بنویسن، یعنی خط میخواسته ابداع بکنه برای موسیقی و برای این خط احتیاج به الفبا داشته. این اولین 7 دعا بوده آت ر می فا سولا، یعنی یه دعا داشتن با ر شروع می‌شده، یه دعا داشتن با می شروع می‌شده، یه دعا داشتن با فا شروع می‌شده و اینا رو به عنوان الفبای موسیقی انتخاب میکنه و تا به امروز هم باقی میمونه. دلیل اینکه نوت‌های موسیقی 7 است، دو ر می فا سول لا سی 7 عدد مقدسیه تو همه مذهبا. کسایی هم که برای موسیقی داشتن الفبا درست می‌کردن کشیشایی بودن که داخل کلیسا می‌خواستن برای دعاهای مذهبیشون آواها رو بتونن روی کاغذ بنویسن تا کلیساهای شهرها و کشورهای دیگه هم بتونن این آواها رو به این شکل و این سرودها رو به شکل یک نواخت و یک دست بخونن. بعد از مدتی که داخل کلیساها این خط موسیقی بود، این خارج از کلیساها میره و تو دربار پادشاه‌ها میره و بعد وارد جامعه میشه. این حدود 1000 داریم درباره 1000 سال پیش صحبت میکنیم و تقریبا یه 500 سال میگذره تا خطای موسیقی به اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم تبدیل میشه. به روی 5 خط مثلا قبلا رو خط 4 تا خط نوشته میشد. این خطای موسیقی که روی تخته میبینید 5 تا هستن، قبلا 4 تا بودنش. فرم و شکل متفاوتی داشت که بعداً به مرور زمان حدود 500 ساله که تغییری نمیکنه و این چیزی که ما امروز داریم میبینیم هستش. 100 سال پیش علی نقی وزیری میره فرانسه، یه دوره میبینه، 2 سال خط موسیقی رو یاد میگیره، یه سال هم میره آلمان دوره میبینه، بعد برمیگرده ایران. سال 1312 اولین آموزشگاه موسیقی رو تو ایران تأسیس میکنه. یعنی خط موسیقی تو ایران به شکل رسمی و آکادمیک 100 ساله که داره آموزش داده میشه، ولی همه جای دنیا مثلا بتهوون، باخ، موزارت اینا مال 300 سال پیش 400 سال پیش هستن. حتی دست‌نوشته هاشون هم موجوده. ما خیلی دیرتر از اروپایی‌ها با خط موسیقی آشنا شدیم. به خاطر همین هنوز مثلا الان ایشون داشت میگه آواز ایرانی رو با نوت اصلا درس نمیدن، نوتی نیستش، کتابی تدوین شده خوبی نیست. کتاب تدوین شده هست ولی نه به اون شکلی که بتونن به صورت عموم ازش استفاده بکنن. یا حتی بعد خیلی از سازها مثل تنبور حتی کتابی نیست. هست کتاب برای تنبور، منابع خیلی محدوده. یا برای سازهای دیگه قدمتش به 100 سال میرسه؟ نه قدمت ساز به 100 سال نمیرسه، صدها ساله. صدها سال خود ساز آره، ولی تنبور وقتی می‌خواستن آموزش بدن مثلا این میزده دیم دام دارم، اونم میزده دیم دام دارم، میزده دام دام دیریم، اون میزده دام دام دیریم. به صورت سینه به سینه بوده. نوت موسیقی نبوده که جلوشون بذارن. یا مثلا اگه من آهنگساز بودم می‌خواستم موسیقیمو بنویسم، بلد نبودم بنویسم، چیزی هم نبوده ضبط بشه. به خاطر این به مرور زمان اینا از بین رفته و چون به صورت سینه به سینه آموزش داده می شده، ضبط هم نبوده بکنن. خیلی از نوت‌های موسیقی و اینا از بین رفته. الان کتاب‌های موسیقی ایرانی رو نگاه کنید، نویسنده‌هاش یا تازه مردن یا هنوز زندن. یعنی قدمت کتابا به 70 80 سال 100 سال هم نمیرسه. کتابایی که الان شما برای آموزش ستار می‌بینی، برای آموزش تار می‌بینی، برای آموزش تنبک می‌بینی یا کتابای دیگه. ولی در صورتی که مثلا کتاب مثلا بیر مال 150 سال پیشه، کتاب چرنی شاگرد بتهوون بوده مال 200 خورده سال پیشه و این متدا وقتی که ازشون میگذره هی بهتر و بهتر و بهتر میشه. به خاطر این برای آواز سنتی به شما گفتم احتیاج داره که این متدها به روز بشه و بهتر بشه. نوت‌های موسیقی که میدونین دو ره می فا سول لا سی، این دو ره می فا سول لا سی رو هم از دو ره می فا سول لا سی دو بلد باشین، هم برعکسش رو دو سی لا سول فا می ره دو وقتی که می‌خوایم بخونیم. وقتی که می‌خواین آواز بخونین بریم قسمت